دوشنبه و بیشکک شام 5 ایون متن اظهارات مشترک در پی مذاکرات رهبران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان سیمومین یتیموف و قمچبک توشیف را نشر کردند. این مذاکرات روز 5 ایون در نقطه سرحدی قرمیق در مرکز نویه لخش تاجیکستان با نویه جان علوی قرقیزستان برگزار شد. جانب‌ها اظهار داشتند که وضع مرکب در این منطقه مرز به وجود آمده برای صلح‌آمیز حل گردید. یادآور می‌شویم که روز 4 ایون جابجا کردن یک هیئت دیدبانی مرزبانی تاجیک در عقبه شتی به تنش نو بین دو کشور منجر شد و بیشکک و دوشنبه تبادل نوت و اعتراضی کرده سپس پشت میز مذاکرات نشستند. پروتکلی که یتیم و توشف در پی این مذاکرات در قرمیق امضا کردند از نوبند عبارت است: پاسگاه‌های سرحدی از هر دو جانب به مسافه 3 کیلومتر به داخل قلمرو طرف‌ها کوچانیده شوند. نیروهای نظامی تجهیزات حربی به مکان قرارداشت دائمی برگردانیده شده تنها نریت‌های دائمی سرحد باقی ماند. در خصوص استفاده چراگاه در این منطقه قرار قبول گردید. هر یک عمل در سرحد دولتی باید قبلا با رئیسان کمیسیون طرف‌ها هماهنگ کرده شود. نریت‌های سرحدی ترتیب مقرر گردیده رفتار خود را رعایت نمایند. در واسطه اخبار عامه تنها اطلاعات بین طرف‌ها هماهنگ شده و طبق پروتکل‌ها قبلا امضا شده پهن گردد. برابران گروه‌های کاری توپوگرافی طرف‌ها سپارش داده شد که در مهلت کوتاه‌ترین نشانگذاری قسم سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را از نقطه سرحدی رقم 12-2 تا نقطه سرحدی رقم 12-9 به اتمام رسانند. طرف‌ها در بین ساکنان دهه‌های نزد سرحدی کارهای فرماندهی را برآمانند. طرف‌ها در خصوص رعایت قطع بندهای پروتکل مذکور به موافقه رسیدند. رهبر کمیسیون دولتی جمهوری تاجیکستان عاید به دمیلیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی سیمومین یتیموف، رهبر کمیسیون دولتی جمهوری قرقیزستان عاید به دمیلیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی قمچبک توشیف